عشق مرا که ندانست با من خیانت که دانست با وی فخمای محبت از برای من آنست. سلام و درودی به پایان نثارتان بود بینندگان عزیز. چون همیشه من با شما هستم مرجانه رمضان. چطوری که اطلاع دارید روزهای فرهنگ جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید و محبوب ترین و شناخته ترین هنرمندان ازبک به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. بهترین سرود و ترانه های خود را پیشنهاد مردم ما نمودند و حالا باشد از فرصت مناسب استفاده برده یک صحبت میخواهیم بکنیم با هنرمند مشهور و دوست داشتنی جمهوری ازبکستان سوینچ مومینووا. باوری داریم که این هنرمند را یک شما دوست می‌دارید و می‌خواهید که این لحظه ما با این بانوی هنر صحبت داشته باشیم. پیش از همه شما را به جمهوری تاجیکستان خیر و مقدم میگویم. خوش باشید. تشکر با مردمی تاجیکستان. از خلق ازبکستان سلامی گرم و جوشان میرسانیم. هنگامی که به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردید چی برایتان پسند آمد از این مردم؟ چطوری که آگاهی داریم این باری نخست نیست که به تاجیکستان تشریف میارید. مردم تاجیکستان مخلصانند. همیشه مرا با خوشی میپذیرند. دویما با مهر و محبت، با حرمت و احترام، با صمیمیت بی‌پایان پیشواز میگیرند و این دفعه نیز همین خیر. مردم خیلی پزمان شدند. من این را در چشمان مخلصانم دیدم. از آن دوره که به زبان تاجیکی گپ زده تا حال چقدر تاجیکی یاد گرفتید؟ چه کلمه ها را یاد گرفتید؟ من شما نغز میبینم مرم تو با یعنی کم کم سخنان تاجیکی را یاد گرفتم. زبان تاجیکی را کم و بیش میفهمم و من بعضی جمله ها آموزاندند. معنایشان را پرسیدم. در یکی از کنسرت ها واقعا به زبان تاجیکی گپ زده بودم. من شما نغز میبینم مورم تو با و باز یک دو جمله دیگر یاد گرفته بودم. امیدوارم که زبان تاجیکی را در آینده بیشتر میآموزم. من با زبان تاجیکی سرودها دارم. شعر را از یاد میکنم. سرود را ثبت میکنم و از تاجیکان میپرسم که در تلفظ تاجیکی خطایی ندارم. نه خطایی نیست. بسیار زیباست میگویند. اکسنت یوغ یخشی تفسیز دیشده. به نهایت پیراهن‌های زیبا میپوشید. دیزاینر شما کی است؟ توریست نیستم اساساً اوزم. راستی گپ دیزاینری خودم هستم. آرایش رویم را خودم میکنم. ولی در تاشکند گزل نام یک مشاطه خوبی دارم که مویم را او آرایش میدهد. مهارت خوبی دارد و مویم را استاکارانه آرایش میدهد. آرایش رویم را متخصصان بهترین همین ساحه کردند ولی من خود از این کار به خوبی آگاهم. شوقمندم و از دیگران آنقدر قناعتمند نمیشوم و بیشتر خودم را آرایش میدهم. حتی در تاشکند هم این کار را خودم انجام میدهم. در یک کلیپم با یک آرایشگر همکاری کردم ولی پسندم نآمد و با سوی خودم برگشتم. علاجی نبود. در دو کلیپ آخرانم هم خودم را آرا دادم ولی مویم را گزلنام مشاطه آرام میدهد. به نهایت بانوی زیبا هستید. میخواستم سری زیباییتان را بفهمم. وای رحمت. تشکر. مرا خیلی شاد گردانیدید. سری این را نمیدانم. مرا خدا چنین آفریده است. چی توصیه میدهید با تمامی بانوان مثل شما زیبا باشند؟ تاجیک qizlari judayam chiroyli. خودشون را دوست دارند. کمی باشد هم برای خود وقت جدا کنند. اصلا بانوان تاجیک خیلی زیبایند. من دائما میبینم و اهمیت میدهم. دختران تاجیک خیلی دلکش و دلربایند. خصوصا موهای دختران تاجیک به من پسند است. واقعا هم دختران تاجیک زیبایند. در حقیقت نازنینند. دختران تاجیک بمیثلند. چشمانشان هم مفتون کنندند. اگر زن برای خود کمی وقت جدا کند زیباتر میشود. کدام عرف و عادت‌های این مردم برایتان پسند آمد؟ عرف عادت دیگنده چه گویم؟ راستی گپ من از عرف و عادت‌های شما از نزدیک به خوبی آگاهی ندارم. برایم بسیار پسند است که شما خیلی مهمان دوست و مهمان نوازید. اینچنین صمیمی و مهربان هستید. تشکری زیاد که مرا خوب استقبال گرفتید. از آن لحظه‌هایی که به زمین تاجیکستان پا نهادم احساس می‌کنم که پیشوازگیری این مردم خیلی با حشمت و در سطح عالی است. از این سری ما به آسمان رسید. و من خیلی پسند است که شما خصوصیت‌های ملی خویش را از دست نداده اید.
نمیخواید در جمهوری تاجیکستان یک کنسرت تشکیل کنید؟ البته جدایم البته پیشنهادها خیلی زیادند. از آن زمانی که به کشور شما آمدیم تشکیلات‌های گوناگون پیشنهاد میکنند که کنسرت برگزار نماییم. پیش از آمدنم هم بسیار زنگ میزدند. این در نقشه ما هست. البته چنین کنسرت برگزار میکنیم، زیرا خوب میدانم که در اینجا مخلصانم این را منتظرند. من نیز بسیار و بسیار میخوام که چنین اقدام نیک و بزرگ عملی گردد. گفتید که بیشتری لباس ها و آرایش موی و روی را خودتان انجام میدید. در انتخاب سرود و آهنگ نیست خودتان انتخاب میکنید یا اینکه پرودوسر دارید؟ ما در سری سرودها با کمپوزیتورهای کسبی همکاری میکنیم. در کشور ما یک چند کمپوزیتورهای خوبی هستند. تنها با یکی از آنها همکاری نمیکنم، بلکه کاری کدامی از آنها بیشتر پسند آید به همان نفرش همکاری میکنم. من رنگارنگی را دوست میدارم و این در کاری من بیشتر مشاهده میگردد. من هیچگاه با یک کمپوزیتور و با یک استودیو همکاری نمی کنم، چون که می خواهم هر یک سرودم خصوصیت الهیده خود را داشته باشد. متخصصان ساحه سرودهای بهترین را پیشنهاد می کنند و کدام از آنها پسند آید همان را خریده کار آغاز می کنم. در بابت آرنجировка نیز همین خیل. در انتخاب سرود بیشتر با پدرم و همچنان با مادرم مصلحت می کنم. oyim bilan ham maslahatlashaman. Shu سرودهای تاجیکی را گوش میکنید؟ judayam menga و من آهنگ و نوای تاجیکانه بسیار پسند است، زیرا هر کدام موسیقی تاجیکی به خود غم و درد، اینچنین مهر و محبت قوی را افاده و انعکاس می نماید. در یک ضیافت دعوت شدیم، در آنجا سرودی تاجیکی می خوانند. موسیقی زیبایی داشت که با موسیقی هندی شباهت داشت و من خیلی پسند آمد. خوب استراحت کردم. خلاصه سرودهای تاجیکی به من خیلی پسندند. چی رو بیشتر دوست می‌دارید؟ چی رو دوست می‌دارم؟ نمیدونم، بسیار چیزها را. برایتان چی بیشتر عزیز است؟ پدر و مادرم، فرزندم، دخترم. تمنیات شما با مردم تاجیک؟ tojik xalqiga birinchi با مردم navbatda تاجیک پیش از همه سلامتی، تنجی، آرامی، صلح و ثبات خواهانم. خانواده مردم شما تاجیکان پوری فیض و برکت باشد. لبانتان همیشه پرخنده بود، دسترخوانتان مدام پرناز و نعمت باشد و هر آرزویی که در دل میپرورید بگذار جامعه عمل بپوشد. سلامت باشید. nima ki orzu niyatinglar bo'lsa hammasi amalga oshsin. در جمهوری تاجیکستان به نهایت هواداران زیاد دارد و آنها آرزو دارند که شما به نزدیکی یک کنسرت خصوصی تشکیل کنید و ما باشد در همه جا با شما خیر و خوش میکنیم. باری دیگر شما را به جمهوری تاجیکستان خیر و مقدم میگوییم. بینندگان گرامی، یادآور میشیم که هم صحبت ما بودند بانوی به نهایت خوش صدا، خوش سیما، دوست داشتنی سوینچ مومینووا.